ما از یه خورشت قیمه طعم و مزه قیمه رو میخوایم. فرقی نمیکنه با چه گوشتی باشه. با گوشت مرغ هم بی نهایت خوشمزه و مجلسی میشه. پیشنهاد میکنم حتما یه بار امتحانش کنید. پیاز نگینی خورد شده رو توی روغن خیلی کم تفتش میدم. گوشت مرغ رو اضافه میکنم، با پیاز در حدی تفت میدم که رنگ گوشتم تغییر کنه. بعد زردچوبه و فلفل قرمز میریزم و با گوشت و پیاز خوب تفت میدم و مخلوطش میکنم. لپه خیس خورده رو میریزم، در حد 1-2 دقیقه با گوشت تفتش میدم. رب گوجه فرنگی میریزم، با مواد مخلوطش میکنم. آب در حال جوش رو اضافه میکنم و 2 ساعت زمان میدم تا خورشتم بپزه. بعد 2 ساعت گوشت و لپه پخته شده. چوب دارچین، دونه هل، پودر زعفرون و گلاب رو میریزم. نمک خورشت رو هم اندازه میکنم. حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه دیگه زمان میدم تا خورشت کامل جا بیفته. در آخر چوب دارچین و دونه هل رو از قابلمه در میاریم، حرارت رو خاموش میکنیم، چاشنی خورشت رو میریزیم و خورشت خوشمزه ما آماده است. حتما یه بار خورشت قیمه رو با گوشت مرغ درست کنید و از خوردنش لذت ببرید.